سلام دوستا، امید که صحتمند باشین. نیکزاد هستم. در این ویدیو میخوام در مورد یکی از مراحل بسیار مهم برای درخواست ویزای استرالیا با شما صحبت کنم که ساختن اکانت ایمی یا ایمی اکانت. شاید برایتان سوال پیدا شد که این اکانت برای چیست و چرا باید ساخته شد. ببینید، حکومت استرالیا تمام درخواست‌های ویزا و بسیاری از امور مهاجرتی را فقط از طریق همین سیستم آنلاین قبول میکنه. اگر این اکانت را نداشته باشید، عملا نمیتوانید هیچ درخواست را ثبت کنید. این موضوع هم برای کسانی است که خودشون مستقیم اقدام میکنند و هم برای افرادی که از طریق وکیل یا نماینده مهاجرتی پیش میرند. داشتن ایمی اکانت تنها برای فرستادن اسناد نیست، بلکه شما از همینجا می توانید هر لحظه وضعیت پرونده خود را ببینید، پیام‌های رسمی اداره مهاجرت را دریافت کنید و اگر سند کم باشد از همین طریق دوباره بارگذاری کنید. خلاصه بدون این اکانت هیچ کار به پیش نمی رود. در این ویدیو قدم به قدم برایتان نشان میدم که چگونه به سادگی و بدون مشکل یک ایمی اکانت بسازید تا یک گام مهم به سوی ویزای استرالیا نزدیکتر شوید. اما قبل از اگر تا حال چینل یوتیوب ما سابسکرایب نکردین، میشه سابسکرایب کنین به نام افغان ریفیوجی یونین یا اتحادیه پناهجویان افغانه و از ویدیوهای بیشتر که با آینده میگذارین برخوردار شیم و همچنین از ویدیوهایی که قبلا در ارتباط به ویزاهای بشردوستانه و ویزاهای کاری و تحصیلی گذاشتن میتونیم مستفید شد. در قدم نخست باید بیاین داخل سایت گوگل، در اینجا ایمی هوم افیرز اپلای فور ویزا بنویسین. بعدن روی این وبسایت Applying Online in EMI Account روی ازی کلیک کنین. بعدن این وبسایت باز میشه. در این قسمت پایین میایین روی Create Your EMI Account کلیک میکنین. بعد این باز میشه. بعد در قسمت پایین روی Create an Individual ای به این شکل شما رو دیتیلز کلیک میکنن، ای پدیدار میشه. روی Create an EMI Account روی ازی کلیک میکنن و بعد ای باز میشه. در اینجا شما ایمیل آدرس خود می نویسین. بعد میرین داخل ایمیل آدرس خب به اونجا یک کدی آماده به شما، او کد پیدا میکنین و بعد در این قسمت می نویسین. روی نکست کلیک میکنین. در اینجا از شما مشخصات شما میخواد، اول تخلص، بعد نام شما و بعد شماره تماس شما میخواد. شماره تماس خب اول باید، اگر در افغانستان هستیم 0093، در ایران 0092، در هر کشوری که هستین باید کد همون کشور رو بزنید. در این قسمت از شما پسورد خواسته. یک پسورد باید خود شما بزنین، یک پسوردی که قبول کنه. یک پسورد پیچیده بزنین متشکل از اعداد، حروف و علامت نمبر به این شکل. بعد پسوردی که در این قسمت گذاشتیم در این قسمت هم باید کپی کنیم. در اینجا چند تا سوال از شما پرسان میکنه که اگر یک وقت پسورد از شما از یاد شما بره، بعد بتونیم در راحتی پسورد خود بازیابی کنیم. خب هر سوالی میتونیم شما انتخاب کنیم از اینجا
و جوابات بدین. و جوابات حتما یادداشت کنید یک جای، چون که هر وقت که پسورد شما از یاد شما بره فقط این سوالات از شما پرسان میکنن و بعد میتونین پسورد خود دوباره بازیابی کنین. این قسمت هم کلیک میکنین I accept the EMI account terms. این شرایط قوانینه که شما باید اینجا تایید کنین و در این قسمت هم I am not a robot روی کلیک میکنین و روی next میزنین. در این قسمت باید شما در داخل گوشی روی قسمت کلیک کنین I already have an authenticator app. روی کلیک میکنین. بعد در اینجا از شما میخواد که در داخل گوشی خود باید یکی از این اپلیکیشن ها نصب کنین. میرین داخل پلی استور خود، جایی که همیشه اپلیکیشن ها اینستال میکنین. در اونجا به فرض مثال که اول مایکروسافت اتنتیکیتور سرچ میکنین داخل پلی استور و این اپلیکیشن رو نصب میکنین. بعد از این که نصب کردین روی گزینه next کلیک میکنین. در اینجا از شما میخواد که برین داخل همون اپلیکیشنی که نصب کردین، مثلا این مایکروسافتی که نصب کردین داخل از اون میرین. بعد در داخل اپلیکیشن یک گزینه دارین که بتونین همین QR کد اسکن کنین. وقتی QR کد اسکن میکنین در قسمت پایین همینجا نقطه نقطه که هست، ای که اسکن کنین از طریق همین اپلیکیشن اتنتیکیتور مایکروسافت. بعد در داخل اپلیکیشن همین اکانت شما ظاهر میشه، همین اکانت که به نام احمد نیگزاد 444 که همین حال ساختم. از شما با دیگه مشخصات روی اکانت خود کلیک میکنن. در داخل اپلیکیشن روی اکانت کلیک میکنن. بعد اینجا یک کدیه، شما این قسمت هم میایم نکست میکنن، از داخل کامپیوتر نکست میکنن. بعد این کد میزنن، کدی که در داخل اپلیکیشن میزنن و بعد نکست میکنن. در اینجا گفته شده که اکانت your EMI account has been created. اکانت شما ساخته شده. روی نکست کلیک میکنین و حال در داخل اکانت خود شما لاگینه. این ویدیو به ارتباط ای بود که چطور ایمی اکانت بسازین. ویدیوهای بیشترم در این ارتباط برای شما خواهم ساخت و در داخل چینل یوتیوب میگذارم. حتما چینل یوتیوب ما سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای بیشتر بتونین مستفید شید.